خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر داد که روز 4 نوامبر در مرز این کشور با تاجیکستان یک مرزبان قرقیز سواره ماشین هدف سنگباران از جانب 5 مرزبان تاجیک قرار گرفته است. گفته می شود که خود مرزبان آسیب ندیده است ولی شیشه های ماشین را زده شکستند. جانب تاجیکستان این حادثه را هنوز شرح نداده است ولی بنا به فرضیه مرزبانان قرقیز حادثه روز 4 نوامبر در حدود نویه لیلک ولایت بادکن در راه ارقه بارباردوق در نزد نقطه فروش سوزشواری بوستان وقتی روی داده است که مرزبان قرقیز سواره ماشین هوندای اکورد میخواست در گردش تاب خورد. خدمات مرزبانی قرقیزستان میگوید در این هنگام 5 مرزبان تاجیک ماشین او را سنگباران کردند و به بالای این تلاش کردند که نظامی قرقیز را دستگیر کنند ولی موفق نشدند. خود مرزبان قرقیز یگان آسیب ندیده است ولی ماشینش ضرر دیده است. شیشه هایش را زده شکستند. جانب قرقیزستان افزوده است که تفتیش این حادثه دوام دارد و همچنین ملاقات نمایندگان مقامات مرزبانی قطعه لیلک قرقیزستان و قطعه غانچه تاجیکستان در نظر گرفته شده است. راه ارقه بارباردوق در کنار راه خوجند قانی بادام و خود این دو دهه قرقیزستان در روبروی خستیورز بزرگترین دهه و جماعت نویه باباجان غفوروف ولایت سوغد تاجیکستان جایگیر شده است. یادآور می‌شویم با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز مستقیم بین تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه های بحثی که اساساً در مرز نویه های بادکند و لیلک قرقیزستان با جماعت شهر اسفره و نویه غفوروف تاجیکستان جایگیر شدند، از سر چند وقت بر سر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه ها رخ می‌دهند. در پایان ماه اپریل سال جاری بر اثر زده‌خوردهای مسلحانه 55 نفر کشته و حدود 240 تن زخمی شد. این زده‌خوردها خونین‌ترین مناقشه در تاریخ مناقشه های مرزی آسیای مرکزی بعد فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می‌شوند.